در علم خیمیا بعد از اکسیژن المنتی پنهان شده ترین سیلیسیوم می باشد که 27% قشر زمین را اشغال می کند. فلوتاسیا چیست؟ فلوتاسیا اصول است که برای پیشکی کار کرده برآمدن معدنی با مقصد کنسنتراسیای متالی دخلدار را در آن زیاد کردن استفاده برده می شود. اکستراکسیا چیست؟ اکستراکسیا چنین اصولی جدا کردن متال ها از معدن ها می باشد که وی با استفاده بری اکستروژنات ها اساسناک گردیده است. الکترولیز چیست؟ حادثه جریان الکتریکی را گذرانیدن الکترولیت ها که در نتیجه در سطح الکترودها روش های اکسید شوی و برقرار شوی به عمل می آید الکترولیز می نامند. قانون یکمی فارادی را شرح دهید. مقدار ماده‌ای که در الکترودها جدا می شوند و مقدار جریان الکتریکی با زنجیر گذشته متناسب راسته می باشد. این قانون یکمی فارادی است. قانون دوم فارادی باشد چنین است: اگر از محلول الکترولیت 96520 کولوم جریان الکتریکی گذرد، آنگاه در الکترودها یک اکویوالنت ماده ها جدا می شود. حادثه خود از خود ویران شوی ماده ها را کورازیا می نامند. کنسنتراسیای اکویوالنتی یا نرمالی چیست؟ کنسنتراسیای اکویوالنتی یا نرمالی گفته نسبت به عدد اکویوالنت های ماده حل کرده شده را به حجم محلول می نامند. آن را با SN، N یا N کلان ifade می کنند.